طراحی این عملیات به این گونه بود که عملیات 2 مرحله‌ای انجام شد. 2 جوان که بسیار هم کم سن و سال بودن، یعنی چیزی حدود یکیشون 19-20 ساله و یکی هم 22 سالش بود. حدوداً ساعت 9:20 صبح اینها با این اتومبیل خودشون رو به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت میرسونن. در اون زمان هم سفارت در واقع اقدامات امنیتیش خیلی عادی بود. اینها ابتدا یک دوری در کنار سفارت میزنن با اتومبیل و بعد که بررسی‌هاشون رو کردن، این فرد یک جلیقه بمبگذاری شده رو در به تن کرده بود که حدوداً 20-25 کیلو مواد منفجره رو در این جلیقه و این کاپشن جاسازی کرده بودن. این فرد میاد به صورت عادی از پیاده‌روی کنار سفارت خودش رو به درب اصلی سفارت میرسونه و به صورت ناگهانی به طرف در سفارت رفت و اونجا انفجار رو انجام داد که این انفجار باعث شد که درب اصلی سفارت از بین بره. مرحله دوم به این صورت بود که اون جوان لبنانی که رانندگی اتومبیل رو بر عهده داشت بلافاصله با یک فاصله 2 دقیقه بعد از انفجار اول با اتومبیل بیاد و وارد محوطه سفارت بشه و خودش رو به ساختمان اصلی سفارت برسونه و اون موقع ماشین رو منفجر کنه که مقادیر بسیار زیادی مواد منفجره در اون جاسازی شده بود. جالب اینجاست در چنین صحنه‌ای، چون اینا قبل از که به سفارت برسن به علت اینکه خیلی عجله داشتن، در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت با یک ماشین دیگری برخورد میکنن. یک پلیس راهنمایی اینا داشت تعقیب کرده بدون این ماشین بمبگذاری شده بود. در همین اوضاع احوال پلیس راهنمایی میرسه به این اتومبیل و در باز میکنه که راننده رو برای این تخلف رانندگی به پایین بکشونه که تا در باز میکنه اون فرد هم متاسفانه شاسی انفجاری رو میزنه و اتومبیل منفجر شد که اون جنایت بزرگ اتفاق افتاد.